من زهرام میخوام آماده بشم برای شب یلدا. شما کمکم کنید کدوم استایل بیشتر بهم میاد. تم اولمون برای شب یلدا بیرون از خونه است. من این شراکو با رنگ قرمز بافتم برای شب یلدا. برای مناسبت‌های دیگه با رنگ‌های دیگه میبافم. چون بیرون از خونه تم اولمونه بهم کمک کنید. این کلاه رو بذارم روی سرم. کلاه فرانسوی بذارم روی سرم. بذارید درستش کنم قشنگ شما ببینید. یا کلاه فرانسوی بذارم روی سرم. کلاه قلب رو بذارم روی سر خودم. به نظرتون این کلاه قلب جذابتر نیست؟ نظراتتون رو بگید. آره بیرون سرده، بهتره یه همچین دستکشی هم برای تم یلدایی با خودم همراه داشته باشم. یه لحظه صبر کن. ورودی نمیخوام کلاه سرم باشه. این هم شاله میشه به این صورت، هم میتونم وقتی که رسیدم به عنوان یقه یا شال رینگی ازش استفاده کنم. چطوره؟ به استایلم میاد؟ به نظرتون تا اینجای کار کدومو انتخاب کنم؟ انتخاب با شماست. با همون میرم شب یلدا. باید بریم داخل خونه. مراسم اصلی توی خونه برگزار میشه. به نظرتون این تلو بذارم روی سرم برای تم شب یلدایی یا مینی اسکراف رو بذارم؟ میخوام امسال متفاوت باشم با انتخابای شما. هر کدوم از این آیتما رو دوست داشتی یاد بگیری یا کل این آیتما رو تو پک یلداییش گذاشتم. کلمه یلدا رو ریپلای کن تا راهنماییت کنم. راستی آموزش پاپوشم بهتون رایگان یاد میدم. یادت نره استایل منم انتخاب کنی یا بگی کدوم از این کلاها یا مینی اسکراف و هتل بهم میاد. یادت هم نره این پکیج یک پکیجی به صرفه برای شب یلداته. به جایی که کلی پول بدی بیرون لباس بخری، با چند تا کلاف کاموا و یه قلاب میتونی همچین استایلی بزنی. مرسی که همیشه همراهمی.